سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم این ویدیو. من محمد تا ایکس مسیر هستم. توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری والپیپرتون رو یا سبک گوشیتون رو شکلی کنید. میدونم که همتون دوست دارین این شکلی باشه و لایو والپیپر باشه. کاف شما قرار نیست کاری انجام بدین. من دیگه تصویر برداشتم. فقط کافیه یک کاری بکنید. بیاید توی گوگل، بیاید توی پلی استور گوشیتون، بیاید توش و روی سرچ بزنید، روی گزینه سرچ بزنید و اینجا بنویسید سیلی اسمایل لایو والپیپر. اینجا اومد. حالا بعضی از اونا به گوشی اصلا نمیسازه. یکیش اینه، یکیش این به گوشی نمیسازه، یکیش هم این پایینیه. خب این دوتا نمیسازه و شما باید برید یه برنامه دیگر رو نصب کنید. مال من اینه. حالا اینو برید بچه. من اینم فانکی فوشه. چیه فانکی؟ مال من اینه فانکی دانکیشه. اینجا بنویسید فانکی سیل اسمایل چند دقیقه شد ویدیو خواب سیلی اسمایل لایو والپیپر رو که بزنید، مثلا بیاد روی این، بیاد این پایین بکنم همینجاست. من اینجا ریختم. مثلا اسمش چیه؟ مال من اینه بچه. نکنه اون با اون یکیه فانکی. من تازه اشتباه نمیشم. گشت پلیس بچه یاد خب بیاد اینجا بینه، اینو تغییرش بدیم فانکی. اینو که بیاد یه ذره بیاد این پایین، اینجا زدش اینه. واسه من اینه نشاش نکنید. ای بابا اینم هی میره ناشش. اینهاش اینو نصبش کنید و روی گزینه چی بزنید؟ اوپن بزنید. اوپن رو که زدید واردش میشید. تازه وارد میشید. حالا چیزی ازتون میخواد که بعد اونا رو خودتون وارد کنید. ثبت میکنید تا این پر بشه. اینو بدش مهمی. اینا شونه کنید. حالا زیاد از این چیزا زیاد داره. نکنید دیدی؟ اینا هم بقیه لایو والپیپرشه. اینا اصلی. اینا مال منه. حالا مال من تا اینه واسی. اینه مال من. مرسی تا آخری بچه دار که میشه. مرسی تا آخر ویدیو هم رو بودین. لینکش واسهتون میذارم. تا ویدیو بعدی. Let's go.